چی گپ است هاکیان؟ فرا چی گپ است؟ شما برای چی کار میکنید؟ سر دهید مرا سر دهید یاری دهید مرا به کجا میبرید سر دهید یاری دهید یکون کس هست یاری دهید زهرا زود باش آن ماشین را تحقیق کن. درو میلش دوملو میلش بخیر است؟ چی خیلی بخیر است. تو تنها همین ماشین را تحقیق کن. تمام دوملو خواطر نشوید دریاب میکنیم. زود باش برادر زود. تو کم زود رانده میتوانی یا نه؟ شرط تمام بخشش دوملا ناگهان از دهانم برو گبزن برادر چی شد آخه؟ زنجیر ماشین کند دوملو. زنجیر ماشین تک زنجیر ماشین کن میگویم به فکرم نشنیده. دوملو ماشین نتیز دفعت تو. فهمیدم. فهمتد؟ یا خدا تا با این طرف گذره. تو بقیل کامرای فهمیدم. ای خلیفه در حقیقت مرا در حیرت گذاشتید. زبان مرا چه خیلی فهمیدی ها دوملو؟ سکور است ایواز کردم میتوانی. برادر گفتم که فهمیدم. تو چه خیلی تشخیص هستی این رو نمیدونی. آوازی محرک رو انتظار میشوم چون آواز اومد با دستم تله میدیم بس. خلیفه و تاچم نکنم. مالش برادر یک دقیقه قدمت رو گیر که حاضر رو گم میکنیم با خدا. دوملو با خدا ماشین رو استتره کن دلم هوا گرفت. با خدا مثل شما دوملو ندیدم. من دوملو نیستم آخر. سرنگه دوملو نیست. دوملوی ساخته هستم. دوملوی ساخته؟ این رو گفتم آرام شدم. چه خیر؟ قبول سم. تمام من نو فهمیدم این موضوع رو. شما پلیس هستید اکا. در اصل من از اول این رو فهمیده بودم. اکنون پورا فهمیدم. اکنون فهمیدم دوملو با این لباس در بیرون سیر و گشت نمی کند. لیکن با خدا بسیار فکر خوب کرده ای. هم کور مخفه. هیچ کسی از این چیز خبردار نمی شود که این وظیفه پنهانی است. ای خدا مانند فیلم ها. اگر در عملیات یکون کمک خردکه که من رسد یعنی خرصد می شود. بخوری وظیفه شهروندی همون است که مومن فروس هاوت. برادر تو چی گفتی سری مرا گرن کرده. با خدا مونده شدم. چی شد؟ چرا ایستاد؟ دوملو گازش تموم شد. گاز ماشینته. خودت هم ماشینت. مادر
بای دخترم؟ یوسومان این گردنبندی گردنش رو میگوید که تو با او توفه کرده ای. درست است؟ مرا اونقدر باورم ناومد. تولین توفه کرده است؟ یعنی کلینی ما توفه کرده است همین خیل؟ بله بابا جان، یوسومان همین خیل میگوید، اما همین خیل است. خانم تولین توفه کرد. همین خیلی خانم تولین؟ تولین تو یک وقت داد و فیغان کرده گردن بندت را میگفتی، این همان نباشد؟ خدایا نگهدار. خانم تولین لطفاً گوید که این گردنبند رو شما به من توفه کرده اید؟ سردارم ای سرداری تو را چی میگویم؟ چی میگویه پسر؟ میمونی به حالم کردم. سردارم دوستی نزدیک کلتکل از شوکت است کو. خیر میگویم که از پس او گشتن در کار. تو دیوانه چرچشمه چرا او رو تعقیب میکنی؟ حجت‌های خواهر کلتکلوس در نزدمان بود، حتی رقم‌های تلفنش رو نگرفتی. اما سردارم شما گفتید که کلتکل از مرد، مسئله پوشیده شد، از همین سبب. ای لوین چی کار میکنی؟ یک بار ما رو به حالم گذار ها؟ رحمت سردارم، باورتون رو برباد نمیدم، خواتی نباشه سردارم. ای لوین اگر عقل تو در من میبود هر روزم رو عید میکردم. سردارم به خدا شما راستی کب را گفته، شما هم انسانی با عقل هستید، لیکن کم کم بی عقلی میکنید. روزیا چرچشمه دیوانم کردی. دیدی لوینت چه خیلی سردارت به تو باور دارد، باوری رو برباد نده. رفتیم پسرم، رفتیم مثلا لوینت دیوانه شای. تولین گپ زن، چرا دخترها در زیر شبه میگذاری؟ چرا گپ زنم؟ یوسومان ما مگر این خیل کار میکند؟ البته نمیکند. البته نمیکند، اما هنگامی که گردن بندت را با هیجان میگفتی اون گردن بندی دیگرم بود. بعداً من اون رو یافتم، گردن بندی که در گردن یوسومان است. من با او دادم. خدا را شکر. تو به یوسومان گردن بندت را دادی همین که؟ بله. مادر چی میگوی دخترم چی؟ شما راست میگویدم؟ بله دلم خواست توفه کردم. چی جوی عجایبش هست که حیران موندید. نمیفهمم. تشکر زیاد خانم تولین، در حقیقت رحمتی کلام من هم این گردنبند رو تا آخری عمرم پنهان میکنم. از این پس کسی رو ندانسته تهمت نکنید میلش. خودت رو حرمت کن یوسومان، من تو رو تهمت نکردم. نه تهمت کردی. دخترم خاموش بحث را تمام کنید. میلیس یوسومان هم دخترین خانه است، لطفاً تحقیرآمیز گپ نزن. خودت را حرمت کن گفتن مگر میزیبد؟ البته بابا جان، تنها به من نمیزیبد. اگر زهرا یوسومان رو این خیل جنگ میکرد شما مگر او رو پشتیبانی میکردی؟ میکردم. البته بابا جان، برعکسش رو هم فکر نمیکردم. میلیس خودت را حرمت کن. پدر جان اهمیت ندهید، به حال خودشان گذارید، بیهوده است آخی. زهرا در کجاست؟ زهرا به مسجد به سر دامولاز یا رفته بود، اما کجا شده چه بود؟ شوکت زود به نزد مسجد بیا. خدایا زهرایم رو نگاه دار. زهرا زود تلفنت را بردار. رویش را محکم کردی؟ بله محکم کردم، خواطر نشه. کارمان بسیار آمد کرد. اکای کنون بسیار خرسند می شود. این کار با تشبوسی من حل شد. مرسی. تلفن دختر زنگ میزند، آنو خاموش کن. مرا گوش کن، به من فرمان نده. به من تنها اکای کنعان فرمان میدهد. فهمیدی مرا؟ تلفن را به من ده.
کار تمام. اوه ملیس، یعنی تو گویا بابایت رو ندونسته گپ میزنی. همه یک طرف، زهرایش یک طرف، اما تو به این اهمیت ندی. میدونم اما خیر میلش. مادر تو جدی اون گردنبند رو به یاسومن توفه کرده ای؟ ای بله ملیس. نه برای این رو فهمیدنت باید چند بار دیگر تکرار کنم. به شما باورم نمیآید. من اون گردنبند رو از شما چندین مرتبه پرسیدم. حالا باشد شما میگویید که اون رو به یاسومن داده اید. جانم، شاید با لباسم موافق نگرفته بود، از همین سبب ندادمت. ای این خیل نکن ملیس. نه گویا که من چیز دوست دار هستم و به هیچ کس از اشیاهایم نمیداده باشم. مادر شما چی کار کرده ایستاده اید؟ به من راستش رو گویید. چرا این یاسومن ناگهان اینقدر ارزشناک شده است؟ ملیس التماس بخیلی نکن. بخیلی نکنم؟ ای مادر من کجا یاسومن رو بخیلی میکنم؟ من تنها از کارهای شما در حیرتم تمام. نه این کاری تو انیق بخیلی است ملیس. دخترم تو هر زمانی که خواهی چیزی خواستت رو پول داده میخری، اما یاسومن میتواند. بیچاره است، البته حسد میبرد. بله همین خیلی حسد میبرده است. کاری عجیب. برادر روی یگان تاش رو دیدن نتوانستی؟ دیدن نتوانستم شوکت، نتوانستم. در رویش نقاب داشتن. گفتم کو کدام کده باشه؟ نمیدانم شوکت. هر چی آید بر سری فرزندی کلاس بگذر، غمگین نشو. یا خدایا باز غمگین نشو میگوید. با تو زهرا رو دزدیدن میگویم، تو با من غمگین نشو میگویی. قهرم میورد شوکت. با زهرا یگان چیز شود من میمیرم پسرم. تو سخت عاشق شده ای کوکا جان؟ تو چی ها گفته ایستاده یا؟ من با تو زهرا رو دزدیدن میگویم، تو باشی میگویی که سخت عاشق بوده ای اکا جان. البته این خطای تو نیست شوکت، خطای کسی است که با تو گپ میزنه. گپ نزن، بزور مای گپا. گپ نزنی آزمه گفتم قریب. با قدری ما میرسی و دیر میشوه. چیکار کنیم برادر؟ اگر ینگه به خانه بر نگردد، آقای اکرم به فکرم که تلخکف شده میمونه. بله راست. آقای اکرم این دفعه راست به آن دنیا میرود. چی پیدا و دنیا؟ اوف نمیدونم شوکت. با آقای اکرم یگان دروغ میگویم اکنون. با خانگی هم یگان چیز میگویم. البته زهرا را هم باید بیابیم که من از غم دیوانه میشم. تمام دیوانه نشو. آروم شو برادر. به خانه رفته یگان نقشه میکشیم، نجات زهرا رو فکر میکنیم. تمام آروم شو. تمام رفته. یا خدا، این دختر کجا شده؟ به مسجد میروم گفته اینقدر دیر کرد. پدر جان شاید به یگان جا برای چای نوشی و برای کار دیگر رفته است. شما خواطیر نشوید آخیر. چی خیل چای فرخ؟ دامولا را گرفتم میآیم گفته بودو. نه من زنگ میزنم. من خواطر شدم. البته زنگ زنید پدر جان. یا خدا این تلفنم عجایب. صدا میرود و جواب نمیدهد. برادر به پلیس زنگ زنیم؟ ای پلیس مرا جستجو دارد. تو چه میگویی شوکت؟ از کجا تو را جستجو دارد برادر؟ تو مردی که مردی. مرده باشم با پلیس چه خیل زنگ زنم؟ دیوانه بر این گپ میزنی؟ بس که همه دیوانه نگو. همه دیوانه گفتی آدم دیوانه میشوه. انا بیا و گیر. چرا بگیرم؟ آقای اکرمه؟ بله وای. ای برادر یگان دروغ نیابی جواب نده که؟ جواب نده و یک بار خواطر میشود. با قوری پدر؟ یک دقیقه. لبای آقای اکرم. زیا؟ در کجای پسرم؟ چرا زهرا جواب نمیدهد؟ همراهت است. زهرا بله همراهم. راه میگردیم. راه میگردید؟ پسرم در این خلوقی راه میگردن. این کار دختر را بینه. آخر تو را گرفته زود برمیگشت. تو تلفن رو به زهرا ده. بکی؟ به زهرا کری دامولا؟ جناب او حاضر مشغول است، آمده نمیتواند. چخیل مشغول؟ شما یگان راه نمیگشتید؟ راه گشته شده بودیم و خانم سیلین آمد. و سیلین چیزی شد؟ نه خانم سیلین آمد و آنها از ما جدا شدن. یعنی معلوم آخر که دوگانه های جانی هن. با ذوق صحبت دارن. گپشون رو نبرم. خدا مدام که این خیل سیلین راه هم گرفته یک جای برگردید. در این خلوقی در بیرون نگردید. تمام. ماله جناب. چی شده؟ سیلین رو هم گرفته بیارید میگوید. بچه باید سیلین رو هم یابم. تلفن شد دوره؟
چی شد؟ با این دختر چیکار کردید؟ بخیر است اکا. با خیر است آخی؟ نه حالش خوب است زود را بدرون برورید. شوکت گوش کن، سیلین از این کار خبر ندارد. آیسته آیسته میگیم، زود با او نگوی. ای برادر یا خیلی گپ میزنی که گویا ما کودکیم. ما هم عقل داریم اخی. میفهمی؟ البته. دوملوزیو با زورو یکم واقعی رخ داد. نه شما آرام شوید. دوگانات دوزیدن سیلین. چی؟ دوزیدن؟ نه احمق. آرام شوید. دوزیدن گفتید؟ شنه دوزیدن؟ تو چه خیلی آدم هستی؟ ای برادر هیجان دختر رو ندیدی؟ من برای آن گفتم که باز فکر نکند که ینگه زهرا مرده است. خانم سیلین لطفاً کمی آرام شوید. زورو خوب است ایلتیموس راستش رو گوید. ما از کجا میدونیم که اون مرده زنده خوبه؟ یا سوال میتی که همین دختره که گریه کنه و فخ بکشه هم خشموش میبینیم. کی او رو دوزیده است؟ اکنون زورو چیکار میکند؟ ما هم نمیدونیم سیلین جان. از کجا دونیم؟ یک دو آدم نقابدار آمده زهرا رو بور کرده بردن. با فکرم او را انیق میکشن. شب تموم. لیکن دوستی عزیزم این خیلی نمیشود. آخر کم فکر کن. آخر آرام شو، فکر کن. گپ نیست برادر. چی؟ بشق. تمام دوملا فهمیدم. گپی گفتگیتم میکنم دوملا. یک شرمندم کردیم. بله گویا که او خواطر شد. پزار. دوملوزیو یکی زهرا رو یکم کار کنه. نه گوش کنید خانم سیلین لطفاً کمی آرام شوید. از کجا میدونید؟ ای بخیزیم بریم اینجا. در اصل حالش خوب است. تنها جایش رو نمیدونیم. با او گپ زدید؟ گپ زدیم و پرنه. شاد تلفن دوملا تمام شد. از اوز زهرا فهمیدیم که حالش خوب است. بیچاره دوگانم. حالا چقدر ترسیده ایستاده باشد؟ خانم سیلین آرام شوید. گوش کنید من زهرا رو مییابم، لیکن اگر این خیلی رفتار کنیم با زهرا کمک رساندن نمیتوانیم. تمام. گوش کنید آقای اکرم این رو نمیدوند. شما هم با او نگویید وگرنه او بسیار غمگین میشود. حالا گوش کنید. نقشه این است. نقشه رو میفهمونم. لطفاً مرا گوش کنید. میشم با شما. درآید. مرحمت خانم تولی. رحمت یاسومن. از این پس هر روز یک استکان می نوشم. به طورهای عصب فایده کلان داشته است. خاطر نشوید خانم تولین. من هر شب تیار کرده میارم. انا همین خیر. کمی بخند. چرا در اونجا اول حراسیدی؟ با دخترانی جوان حراس نیو؟ خنده میزیبد. یاسومن تو بسیار دختری با عقل هستی. اگر با من خوب رفتار کنی تو رو از دخترم جدا نمی کنم. چه که با میلیس رفتار میکنم با تو هم همون فیل رفتار میکنم. بین یک گردن بند انداختی چخیل ایواز شدی. آخر تو دختری خوب هستی، اما در داخل این لباسای از بازار بودت زیباگیت نمایان نمی شود. عقلت را کار فرمان دخترم. عقلت را در بین بعضی ها سیر بوده می تواند. در بین همه انسان ها سیر ها موجود هست، اما مهمش سیر داشتن را دانستن است. اگر تو با من خوب رفتار کنی نتیجهش را بر زیاد میگیری. او را بدار کن. چه کار میکنی؟ ها؟ گفتید بدارش کن؟ احمق حیوان! پسند دست میبرداری برزگاو. نخند. یک کاسه آب بیار. میله شکر. یگا کس است، یگا کس نیست. من در کجایم؟ با من کمک کنید، با من کمک کنید. خوش میکنم. در اینجا کی است؟ بفایده داد نزن. هیچ کس تو را نمیشنود. شما کی هستید؟ از من چی میخواهید؟ من چی کار کردم؟ من زاغ را میخواهم، زاغ سیاه را. کی هست؟ زاغ سیاه کی هست؟ من او را نمیشناسم.
تو رو خوب میشناسی. سری ما رو ویران نکن. خودت رو با نادانی نزن، هیلت نمیگذرد. در حقیقت نمیدونم، نمیشناسم. لیکن او تو رو خوب میشناسد. حتی زهرا گفته میمیره. چی که میگوید؟ من نمیشناسم به خدا کی. ببینید، نه خودتون را نه ما را عذاب ندهید. اگر این خیل دوام دهید با یگان نتیجه نمیرسید. زاغ سیاه رسمی از شما دزدیده را باز برگرداند ها؟ بینید چکل همش را میدونم ها؟ رسم رو یزنم آورد. یزنه من سرکمیسر است و شاید حالا در جستجوی من است. بسیار هم خواطر شدگیست. میدونید یزنه من پلیس است و شما رو مییابد. میدونیم با او از نزدیک شناسایی بسیار خوب داریم. مشکلی نیست. حالا باشد تو به خوبی به زاغ سیاه زنگ زن به اینجا آید. ما باشیم و تو رو سر میدیم به خانه میروی. نمیشناسم من او را. چقدر نمیشناسی؟ ها؟ با من داد نزن. سیلین زنگ میزند. الو بابا جان. سیلین جان، زهرا در نزد است. تلفن را بوده. بله زهرا نیست زهرا حاجت خونه رفته است. دل زهرا بسیار به من میسوزد. مرا نگاه بین میکند. کمی زکان شدم بابا جان. همین خیل میلش. خیر، خدا شفای کامل دید. تا بازدید. باور کن. دیگر چی کار هم میکرد؟ پدر جان، با سلیم چی شده است؟ سلین زکام شده است. زهرا باشد امشب در نزد او میمانده است. مرحمت گذارید. شامتان بخیر. شب بخیر. داملا خوبید؟ شب بخیر. خوش آمدید داملا زیا. سلام علیکم. سلین را به اینجا ناوردید داملا؟ گفت که در خانه راحت‌تر میشه. زهرا رو تنها گذاشتن نخواست. معلوم تنها نمیگذارد. زهرای من بسیار مهربان است. اگر تنها گذاشته می آمد چرا در نزد دوگانه هم نیستم گفته بر راحت خواب کردن نمیتوانست. گل من حسیاتی است. کوشش میکند که معلوم نسازد، اما درونکی بسیار میسوزد. شبی که در این خانه او نباشد به خدا پزمانش میشوم. خیر، من همین خیلم. چی کار کنم؟ محبتی نبیره. پدر جان، گویا زهرا این خیل نیست. او هم از شما یک لحظه جدا شده نمیتواند. جناب، با اجازت شما روم. داملا می نشستید، یک چای می نوشیدیم. معلوم، پگاه امر معروف است. برای آن تیاری دیدنم در خدا قبول کند. تشکر. شبتان خوش. شب خوش. شب خوش داملا. داملا با فاروق اینقدر دوست شدند. چنگیز، سرم را بیان میکنم. احتیاط کن. ببین، با تو آخرین بار میگویم، با خوبی با آن زاغ سیاه زنگ زن تا به اینجا بیاید. من باشم تو را سر میدهم. به تو گفتم نه میشناسم. چیکار نمیشناسی ها؟ چیکار؟ زاغ سیاه آدمی بابایی تو است. رسم را از من دزدیده به شما برد. رسم مادرم را تو دزدیده بودی. موضوع این نیست. وقتی که این موضوع رو عوض میکنی ناراحت میشوم، عصبی میشوم، از اداره خودم میبرایم
بعد کارهای تأسف آور میکنم. لطفاً با خوبی بابایت را زنگ زن. زاغی سیاه همین زمان باید به اینجا بیاد، فهمیدی مرا؟ الو بابا جان عزیزم. زورا رقم تلفنت نبر آمد. تلفن رو با عقل گفتم ما را قانع میکنند. یعنی بابا جان من امشب با سلین میمونم، خوب دارم. بابا با امکم ده تلفن رو یک چیز رو میپرسیدم. بله میدیم. زهرا با تو گپ زدن میخواد. زهرا جان بیرون بر آمدم. گپ زد چی شد؟ همک جان واهمه نکنید التماس میلش. همک جان به هیچ کس معلوم نکنید التماس. همک مرا دزدیدن. چی؟ دزدیدن؟ تو چی ها میگویی زهرا؟ چیش همک جان چیش؟ خاموش شوید التماس، آرام شوید. بابایم نفهمد لطفا خواهش میکنم. زهرا جان تو را کی دزدید؟ برای چی دزدید؟ یا خدایا تو خوب هستی؟ خاطر نشوید خوب هستم، خاطر نشوید. اما در اینجا زاغی سیاه گفتنی آدم را پرسیده ایستادن. امک شما او را نمیشناسید؟ امک زاغی سیاه؟ زاغی سیاهش کیست؟ من هم نمیدونم. امک این آدم بسیار جدی هست. برای از اینجا خلاص یافتنم زاغی سیاه گفتنی آدم را باید بیابم. امک التماس او را بیابید او را. میلش زهرا جان میلش، من با یکم راه حل میکنم. تو خواطر نشو عزیزم. فاروق با زهرا چی صحبت کردی؟ چرا با بیرون بر اومده پنهان صحبت میکنی؟ نه هیچ نه عزیزم. همه تینجی تو به خونه را من بعد میایم. فاروق رنگ رویت عوض شد. این رنگ رویم عوض نشده است. در تلفن گفتی که حل میکنم. تو چی رو حل میکنی از برای خدا؟ بچه سرم رو بنیو نکن. گم شم گفتم. عزیزم امروز چقدر گذشت؟ چرا پرتایت رو نکشیدی؟ آیا کلتکیلا زنده بوده میتواند؟ اما مهرش رو دیدم. در مرگ دیده بودم. برایت خوریش آماده کردم. بسیار نغز میبینی کو. کنی خور معقول میشود. بسیار عجایب. بسیار. چی عجایب؟ خوریش؟ حالا نخورده ای کو؟ چی نخوردم؟ اونال تو هوش و خیال در کجاست؟ فکر و خیال در عملیات و تعقیب کردن است؟ نه جانم اینجایم در خونم. ببین چه خورشی زیبا کرده ای. بازن بسیار سفسطه میگوی حاله. یا خدایا عجبا تو سفسطه میگوی یا اینکه من سفسطه میگویم؟ عزیزم جانم عین حال در نزدم. چنان میگویی که گویا در عملیات باشم. مگر این سفسطه نیست؟ یعنی حالا تو پورا در اینجا هستی؟ بین حالا هم سفسطه میگویی. همین خیر. حال بیست. کلتکلاس رو فکر داشتی؟ چه علاقه داره دوای؟ نه یعنی وقتی خیالی بودنت کلتکلاس رو فکر داشتی؟ به سفسطه نگوه که مرده است. یامکت جواب ده. لبک فروخ. چی؟ کای؟ مایلش زود میویم. مایلش که با بابایم یگون چی شده است؟ عزیزم زهرا رو دزدیدن. چی؟ کی او رو دزدید شوکت؟ زهرا رو کی دزدید؟ اگر یکم اشاره یابم با خدا این مسئله رو حل میکنم. همین را گفتم اونم که او را برای پول دزدیدند. برای پول چی علاقه داره؟ چه علاقه ندارد؟
آقا اکرم آدمی پولدار با دولت است. زهرا را چقدر دوست می‌دارد میدونی. اگر گویند که میکشیم بخشش خدا نشان ندهد، تمام ثروتش را برآورده میدهد. نه برادر نه، در اینجا دیگر کار است. کی آخر کی؟ انیق این کاری چغتای است. انیق چغتای او را دزدیده است برادر. تو چی ها میگویی؟ او با این کارها جرأت نمیکند. از پشت آن کارهایش آخر به خارج گریخته است. این به عقل که باشد او را دزدیده است برادر. کاش که یک دختری خوشرو باشد. یک عجینه را کجا میدزدید دیوانه؟ دیوانه؟ کنعان دیوانه؟ بله پسرم کنعان دیوانه کرد این کار رو. بله از برای رسم شده با فکرم قصد گرفتن میخواهد. خدا این کاری کنعان است برادر. خب تمام این کار حل شد. انیق کنعان دیوانه است. مطمئنی؟ بله. یافتم. یک دقیقه نقشه رو میفهمونم. نقشه رو؟ باجد از این زهرا نیست مگر؟ بله. به مامور ازن بزنم. سفسطه نگوی چخل پلیس. رفتیم این کار رو حل میکنیم شوکت. تورات کردگی کلاس؟ رفتیم برادر زود باش. دومولا شما لازم بودید التماس کمک رسانید. بسیار کاری تاجیلی داره. تاجیلی گفتی؟ با خدا ما هم بسیار کاری تاجیلی داریم. رفتیم شوکت. دومولا استدراد نکنید خواهش میکنم. ای برادر چی از اینقدر کاری تاجیلی اتون؟ چی شد؟ استاد این امکم از محله خودمون است. همسرش تولد میکند. استاد عاجلا رفتنمون لازم. مسئله مرگ و ممات کاری شوخی نیست استاد. اگر کاری شوخی نبود عجیب میشد. هجری جان من مگر با همشیره مانندم؟ دومولا نپرسید. این خیلی بر وقت تولد کردن همسرم رو نمیدونستیم. در محلمون یک همشیره است. به او خبر دادیم. شما همشیرگی نمیکنید. غم نخورید دومولا. اوه دیدی شوکت خدا را شکر. نه ندیدم. خیر میلش خدا پدر و مادرش رو مغفرت کند. ما رفتیم. دومولا نمیشود. این کارو همشیره کرده نمیتواند. تنها شما میتوانید. بسیار تاجیلی است. برادران چی هست اینقدر تاجیلی؟ دومولا حالا وقت فهموندن نداریم. زود رفتن در کار است. دومولا این مسئله حیات و ممات است. تقدیر کودک را شما حل میکنید. تقدیر کودک رو من معلوم میسازم؟ چی شده ایستاده است؟ هیچ دومولا نمیفهمم. در راه میفهمونم. زود رفتنمو در کار است. خواهش این میکنم. دوبلاگی هم چقدر کاری مشکل بوده است. شب و روزش معلوم نیست. گوش کنید در حقیقت من بسیار کاری تاجیلی دارم. این دفعه من رو ببخشید. یگان دفعه دیگر میروم نصیب دومولا باشه. نمیشود. با رضاگی خدا. زود رفتنمو در کار است. از برای خدا به ما کمک رسانید. دوملازیا کمک کنید. به سرمون بلای کلان آمد. سر تویلش با چی شد؟ چه شد آقای فرخ؟ جناب لطفا در نوبت استید. شما هم یک کاری تاجیلی دارید اما ما اول آمدیم. چه شد آقای فرخ؟ گوش کنید دوملازیا. گپ‌هایی که حالا میگویم از این گپ‌ها در حیرت نفتید دوملا. هممون باید آرام شویم. دیگر چاره ای نداریم. مرحمت آقای فرخ شما رو گوش کمی میکنم. پیش زهرا به من زنگ زد. زهرا زنگ زد؟ چی میگوید وای؟ آرام باشید. زهرا خوب است اما زهرا را دزدیدند دوملا. آقای فرخ میدانم. میدونید گفتید؟ خیر شخصانی که زهرا را دزدیدند شما میشناسید آنها را؟ به خدا نمیشناسم آقای فرخ. از کجا شناسم؟ اما آنها زاغیسی ها گفتن آدم را میخواستند. اگر زاغیسی ها را یافته با آنها سپاریم زهرا را سر میدادند. زاغیسی ها؟ از پشت این آدم بسیار ناراحت شده. میمرد کمی راحت میشدیم. دوملازیا شما این زاغیسی ها را میشناسید؟ نه آخر آقای فرخ از کجا شناسم؟ تنها در غیب حکایه او را در محله شنیدم. یک دختر خودکش را نجات داده است. این به زهرا چه علاقه دارد؟ من نفهمیدم. من هم نفهمیدم. میلش عصبم رو ویران نمیکنیم. حاضر من با دیگر داماد یعنی با جهتون کمیسر اونال زنگ زده همه وضعیت رو فهموندم. در مدت کوتاه‌تری زهرا رو نجات میدهند. اوه با خدا آقای فرخ ما را بسیار آرام کرده. باز دومولا شما سلامتی پدرم رو میدونید. باید از دزدیدن زهرا خبر نیابد. آقای فرخ البته که من همش رو فهمیدم. به همین هم من با آقای اکرم گفتم که زهرا در نزد سیلین است. درست این خیلی گفتید ها؟ از هیجان زیاد سرم رو در گرفت. بله راست. این طور باشد شب خوش. شبتان خوش آقای فرخ. فکر کردم که یگان خبر آورده است. خدایا با زهرا یگان کار نکنند. چرا این خیلی کارها فقط به سر ما می آید؟ عزیزم لطفا آرام شو. بین بابایت از این کار خبر ندارد. در خانه خود را غمگین نشون نده. فهمیدی؟ راست میگوی. این دفعه اون انیق میمورد. خواهرک جانم با او هیچ چیز روح ندهد. نباشد طاقت نمیکنم. اونال لطفا یگان کار بکن. جانم به تمام گروه ها خبر دادم. به تو وعده میدم که حتما زهرا را به تو یافته میارم.
با بابایم چی میگوییم؟ در این ساعت چیکار دارید گفتن نمیپرسد مگر؟ چی دونم؟ تو را بسیار یاد کردم گروه یا اونا کار داشت است در خانه از تنهایی بودن ترسیدم گوی. نمیفهمم، در حقیقت نمیفهمم که برای چه زهرا رو میدوزدند. چرا؟ نمیدونم. در اصل من این دامولازی ها رو هیچ نمیفهمم. این چه خیل آدم است؟ مگر در نظرش نبوده است؟ من از کجا دانم؟ آدم مگر میگذاره که فاتح شدهش رو دوستن. اگر تو را دوست دیدنی شوند دنیا را شپه میکنن. جانم حاضر جای همین گپ است. بخشش جنابان خفه نشوید. حالا ما بسیار کار تجلیلی داریم. بی خفگی با ما اجازت. دوملو شما رو نمیگذاریم. به این هم وقت رو از دست دادیم. وقت شما رو بسیار نمیگیریم. ایوا بوجم هم آمد. خیر مالش اینطور باشد میرویم. بیایید با این راه میرویم. رفتیم. یا خدای من این از کجا برآمد؟ اونال یگم خبر هست؟ متاسفانه نیاکا. اما که زهرا دیگر به شما زنگ نزد؟ نه زنگ نزد با خدا. بابایم چیکار کرد؟ خوب کرد. کمتر پیش به دور بود. اما ندونم بعد از خبر افتادن در جای میسودن بتوانم اخی. نپرسید ما هم در همین حال هستیم. بابایم حال و خبر ندارند. نه ندارم. چیکار میکنیم؟ چی میگوییم با اون؟ پس من به خانه نداروم. آقای اکرم را در شبهه نگذارم. من راست به جستجوی زهرا میروم. معلش عزیزم خودت را احتیاط کن. یا خدایا به سرش یگان بلا نآید. انشاءالله را مییابی. تو خاطر نشو لطفا. خاطر نشو. زهرا را مییابم. حتما مییابم. اونال جان راو پسرم چقدر که راست رو یافتی زهرا را پیدا کن. من یافتم؟ بله بغیر از تو هیچ کس زهرا را نجات دادن نمیتواند. زود روید تیمور. هیچ خاطر نشوید. من حتما زهرا را مییابم. حاله باز شوهرت را ترک کردی؟ نه این خیلی نمی شود. یک کاری یک ساز این را باید تو حل کنی. 4 طلاقش کن. بابا جان این طور نگوید. یعنی برای به این خانه آمدن باید با اونا جنگ کنم. بابایم را یاد کردن نمیتوانم. جنگ نکردی؟ نه جنگ نکرده ایم. ما با اونا بسیار ساز گرفته ایم بابا جان. از وقتی که من به خانه رفتم با من خوب رفتار میکند. خوب است خاطر نشید. خاله جان همه وقت این خیل خورسند شدید. تشکر ینگه جان انشالله بسیار خوب هستید. چه خیلی که میبینی؟ مادام که جنگ نکردید در این بیوقتی شب چرا درباری همسرت نیستی و در این جایی؟ چون که همسرم هم درباری من نیست. در شبه کار داشته است. گفت که من تو رو به خانه بابایت برم. تنها گذاشتن نخواست آمدم. این خیلی نکنید پدر جان. دختر خسته به خانه بابایش آمده است. شما هم بسیار او را پرسیدید. زهرا در خانه نیست. میدونی ها خاله جان؟ بله میدونم ینگه خبر دارم. سلیم بیمار شده است به نزد او رفته است. کمی پیش ما گپ زده بودیم. او دلش به سلیم بسیار میسوزد. حاضر سلیم خوب است. من کمی بد خوب میکنم گفته بود. عجایب. به خانه سلیم به مهمونی برفته است مگر؟ سلیم که دایم در خانه ماست؟ میلیس جان سلین هم یکی از فرزندان این خانه است. آنها از خوردیشون دوگانه هستند. هر قدری که خواهد در این خانه میایستند. بغیر از من همه دختر این خانه است. میلیس بابایت رو میدونی تمام. اشتیاییتو خانم بیتو اپایمو برو زود باشید. نزلی تولد میکند. نزلی در بیمارخانه تولد نمیکرد مگر؟ نپرس اپایمو برو. اپای همشیره می اومده است اما شوهرش نمیگذارد نمیآید. کمک کنید خانم بیتو. پسرم من در اینجا چیکار دارم؟ چرا مرا اینجا آوردید؟ استاد همین که کودک تولد شد نامش رو شما میگذارید. برای همین آمدید. چی؟ نام میگذارم؟ پسرم تو چی میگویی؟ با من چه علاقه دارد؟ استاد همین که کودک تولد شد در حال نام او را شما میگذارید و در گوشش اذان میگوید. برای همین استاد. خدا توبه زهرا رو دزدیدن. من چی کارها کرده ایستادم؟ آخی برادر ببین که اگر همین پوشش برآمده باشه پوشش بقبا بکش کمک کردن ثواب است. من با او چه خیلی کمک کنم شوکت؟ تو دیوانه هستی ها؟ آدمی همدردی مرا ببینه. بخشیش یک طرف است.
ای برادر خیر انا دکتر هم با اینجا آمد من اکنون روم با اجازت شما домулозиё кӯдак таваллуд кардан соҳаи ман нест خانم این با من تماما دخل نداره با من هم دخل ندارد اگر نه یاردمش میکردم майлаш ҳозир агар ба роҳ бароем эҳтимоли таваллуд кардан дар роҳ калон аст ва ин хатарнок буда метавонад барои ҳамин бояд дар ҳамин ҷо таваллуд кунад аммо ман ҳозир ба ёрии таъҷилӣ занг задам хавотир нашавед ҳозир бояд биёяд ҳозир бошад аз пай кор бишавем тамом биёед خدا شما راضی باشد خانم بیگم طاقت کن زنک جان بین دامولای محترم محلمان دامولازیو رو هم آوردیم نام کودک ما رو اون میگذارد بله من میگذارم خانم ما رویم бале шумо ба берун бароед марҳамат гузаред биёед راه گرد هجری رفتیم برادر بیا برویم برآمد با میدرویم خداوند با این زن کمک کند ای هجری در گوش کودکی تولد نشده من چی خونم آخر تولد شود من میآیم التماس دامولا جان به هیچ جا نروید قریب شد مرحمت شینید دامولا بشید تا برآمدن یک دعا بخوان خاموش حاضر برای تو میخونم اینجا کودک تولد شود بعد میآیم حاضر بسیار کاری تجلیلی دارم آخر گفتم که چرا مرا نمیفهمد ای استاد دو کودک این امکمان تولد شده وفات کردند از دهها یک دامولا به این کس گفته است که وقتی تولد شدن کودک دیگر یک دامولا رو بیار با گوش کودک دعا بخواند وگرنه وفات میکند شما رو به همین خاطر رفتن نمیگذارد استادو یعنی مسئله دیگر بوده است هجری پسرم تو این دعا رو میدونی البته میدونم ها تمام خیر این دعا رو تو بخوان من کاری تجلی دارم رفتنم لازم جان یک از در خطر است و حتی مانند جان خودم یعنی کودک تولد شد و من زنگ زن کارم تمام شده باشد میآیم اگر تمام نشده باشد پس تو میخوانی هجری رفتیم رحمت مایلش استاد خدا نگهبانتون باشد خیر برآمد زنگ زن دیدی استاد دعا کردن رو بر عهده من گذاشت خدا از او راضی باشد اگر دامولا نیاید ما از عهده این کار میبراییم با خواست خدا از عهده‌اش میبراییم ان شاء الله به من نگاه کن در این ساعت چی کار میکنی دیوانه شدی یه سردارم خیلی که گزیده بودیم شوکت رو تعقیب دارم یعنی در شعبه مصلحت کرده بودیم که من شما را ندیدم شما مرا ندیدید برای پای کارو چک سفسطه نگو شوکت را گذار با ماشین شین کاری تجلی داریم سردارم بغیر از دست کردن کارتگلاس برای ما باز کدام کار مهمتر است بچه زهرا را دزدیدن چی دوستی از من نزدیک خانم سلی زهرا را دزدیدن آنها این طور باشد کارتگلاس یک طرف میگذاریم از پای زهرا میشیم اکشن گوش کن برادر ما کاری ناخوب کردیم باید تا برآمدن همون کودک نگاه میکردیم اگر که میبرآمد با میآمدیم برای چی نایستادی کارتی چی ها در آنجا شاگردم هجری است است همون دور خطا میخونه کودک عاقل پدر میشود انا این مادرت است آی مبارک شود ماشاءالله خدا از شما راضی باشد بهتون دامولا کجا شد هجری؟ کاری تجلی برآمد رفت چرا با ما خبر ندادی؟ چیکار میکنیم؟ محو شد کودکم وفات میکند ای اکای شرفالدین چرا با این باور میکنی؟ اینها همش دروغ است بین مانند شیر از پسرم خاطر نشو حاضر من دعا میخوانم تمام راحت یکی با کودکم چیزی رخ دهد هجری با دامولا زنگ زن تا که بیاید قربانت شوم مایلش اکای شرفالدین مایلش یا خدایا باز هجری است لبا هجری علیو استاد منم هجری استاد زود آمدنتون لازم اکای شرفالدین شما رو فریاد دارد بسیار وضعیت وزبین دارد میگوید استاد علاوه بر این کودک بسیار زیبا است ماشاءالله بیاید ببینید مایلش هجری البته میآیم چی گپ شد رفتیم شوکت کودک برآمد نخواست برآمده باشه نخواه رفتیم مؤسسه خیرکنی شدیم کوبیا بریم ببینیم تودا موننده مادا موننده نامی تقایم را آرتیق میگذاری نه خانم جان شیر میشود نام امکم بیا نامی بابا کلانم رو میگذاریم نیک قدم حاضر دامولا آمدن نام پسرمون رو میماند اما پسر نه دختر دار شدید آقای شرفالدین نباشد نگاره
چه خیلی نگاره نامی رحمت بیبی هم رو این میگذارم طور باشد نامی بیبی کلانم رو میگذاریم مولانا. سلام هجری آیا تو از اون گفتم میتونی؟ بله استاد. این طور باشد سر کن. الله اکبر الله اکبر. با مکان کانون یک گروه فرستانید. رسم را دزدید از او همه چیز را انتظار شدن ممکن است. الو جایی که به تو گفتم از همه طرف اونها را احاطه کنید. فهمو؟ زود باشید. سردارم من روم اطراف مکان کانون احاطه کرده شود. یگان پرنده پر نزند. فهمیدی مرا؟ پرنده پر نزند. برادر یعنی میگوین که تمام گروه ها را در جاشون دیدن میخوام. علاوه بر این ثبت کامره ها را دیدن میتونیم لطفا. یا بچه چی زنک تگرفته اوست تا ببرار؟ از تعقیبات یگان چیز برآمد. از موج تلفن مکانش معاین شد مهمش به مکان رفتیم اما تلفن را در حالت ویرانه افتیم. خدا زند. پس رفته ثبت های کامره را بینید. اطاعت سردار. تو چی انتظاری؟ زود باش. این میگم اما تقام بگم با استغفیر رو میگم. رو بچون بازی رو باز کن. شیرین است بچون بسیار شیرین و معقول شده مالش بچون لبرکه تو رو بسیار دوست میدارم. خدایا این کودک رو برای والدینش بخیر گرداند، به درد و غم کلان شدنش رو نصیب کند. این طفل با اطرافیانش، با عائله‌اش، با خویش و تبارانش صاحب احترام شود. آرزو دارم این طفل هیچگاه از پدر و مادرش جدا نشود. یک حیات خوب گذراند. خدای مهربان این طفل رو از والدینش هیچ جدا نکن. الفاتحه. ای برادر او کودک همین قدر شیرینه که با مزه بود که گفتم بگیرم در تنی دیوار بزنمش. تو هم دیدی که دختره که سفیده که خشروعه که در رو گرفتن نام خواهر تماندیشه. چه دانم شوکت، وقتی که طفل رو گرفتم زود خواهرم با یادم اومد. بیتول گفتم. چشمان خانم بیتول هم کشاده شده تبسم کرد. دیگر با تو بحث نمیکند، راحت باش. لیکن بین دکتر گلو و بینی از عهده تولد کردن هم برآمده. نفهمیده من هم در این محله با من یگانه انسان است که بحث میکند. نامی او هم باشد با نام خواهرم یک است. تو در جستجوی خواهرت باش، تقدیر الهی. تو حالا به گوش این طفلک از آن گفتی که خدا خواهد به تو هم یاری میدهد. زهرا رو میابه مادر. با خدا من هم تنها به این خاطر رفتم. نباشد زهرا رو دزدیدن، به این کار راضی نمیشدن. برادر اول میخوای خواهرت رو پیدا کنی یا خانم زهرا رو؟ یک گپ نغزن. رفتیم زهرا رو یابیم. زن چی زهرا ها؟ رفتیم. شوکت تو مرا اینجا انتظار شو، من یک بالا برآمده می آیم. مایلش برادر نظارت کن، یگان کس آمد به من خبر میدی. تمام گپ نیست، بچسب. در کجای زهرا؟ در کجایی؟
چی شد؟ نیست. اکنون چی کار میکنی؟ من رفته با کنعان گپ میزنم، احوال پرسی میکنم. تو دیوانه شدی مگر؟ او بسیار عصبانی است، به سر دیگان بلا نبیارد. باز اجازت نمیدیم. چه خیلی اجازت نمیدی شوکت؟ پس چی کار میکنیم برادر؟ مگر دیگر چاره داریم؟ میدرویم گفتم میدرویم. تو اینجا انتظار شو، فهمیدی؟ این طرح باشه برادر احتیاط. انتظار شو، تمام. دومولوزیا بخیر است؟ در اینجا چی کار دارید؟ من با آقای کنعان درباره یک مسئله صحبت کردنیم. من زود خبر داده می‌آیم. اکا در پایان دومولوزیا آمده است. بابای ایشون زود به اینجا درارید. مرحمت دومولو. رحمت. خوش آمدید اعلی حضرت. سلام علیکم آقای کنعان. مرحمت. خوب هستی بابای ایشان؟ رحمت. من برای یک مسئله از شما کمک پرسیدنی آمدم. امر کنید اعلی حضرت، حل میکنیم. عروسم رو دزدیدن. چی؟ عروس شونده تون رو دزدیدن؟ آی شما در فاتحه بودید ما نمیدانستیم. کدام لعنتی عروس شونده شما رو میدزدد ها دوملا؟ من هم آخر برای همین نزد شما خواطر نشوید بابی ایشان، از دستمان کاری می آمده را میکنیم. عجبا، میگوین که به شما درباره این دزدی یگان خبر آماده باشد. دوملا از همه جا با خبر هستیم، اما اینقدر هم نه. من این مسئله را حل میکنم، شما هیچ خواطر نشوید. این را بسیار فکرم نکنید دوملا. در آمدی گپ دوملا از یگان کس شما شبهه دارید؟ مگر ندارم. مانندی کنعان یک بشرف. متاسفانه ندارم. بابای ایشان همین عروس شونده شما را همان زاغی سیاه ندزدیده باشد ها؟ شوکت احتیاط باش و خیر حوزت رو قپیده. نه این خیلی فکر نمی کنم. یعنی زاوی سیاه چرا این کار رو کند؟ چه خیلی که میدونم یک دختر را هنگام خودکشی کردن نجات داده است، با آدم خوب مانند است. یعنی بخشش و اما این طور به شرفی کردن نمیتواند. دوملا یعنی اکنون یک دختر رو نجات داد گفته آدم خوب نمیشودیم. این قهرمانی نیست آخر دوملا. و هم تا اندازه من خبر دارم در دزدی شدن رسم آقای اکرم انا این ابله دست داشته است. ها دوملا؟ با خدا این رو نمیدانم. خیر مالش با من اجازه دید. دوملا یگان چیز می نوشیدید آخر این کار حل می شود. آقای کنعان معلوم است که مونده شدم. من میروم. دوملا شما هیچ خواطر نشوید. کاری از دستم می آمده را میکنم. عروس شونده شما را حتما برمیگردانم. سلامت باشید. یگان جاتان غم نباشد دوملا. ای خدایا توبه. این عروس حاجی زیا را کی دزدیده باشد؟ ای توبه. چی کار کردی؟
برادر کمی پیش یک احمقش در دستش آب و نان گرفته ها به اون طرف برد. یک جای دیگر است. شاید زهرا در آنجا باشد. شاید. تو با کنعان دیوانه چیکار کردی؟ چیکار میکردم؟ گپ زدم. کوشش کردم که معلوم کنم انیقا زهرا رو دزدیده است. من دیدم آخر او دستی تو رو میبوسی، تو رو حرمت میکرد. چیکار کرد از این بی عقله؟ نه این خیل نیست. نمیداند که من فتح شده زهرا هستم. این خیل گوی؟ ای خیر رفته انگه رو گیریم؟ رفتیم. گوش کن با دقت باش. انم اینجا برادر. اینجا میشویم. این رو از کجا پیدا شدن؟ من از کجا میدونم برادر؟ چیکار میکنیم؟ کرگو مرش برادر. ای برادر، کدام به شرفی به دین و به ایمان عروسی حاجی زیا رو میدوزد ها؟ آن آدمی دوزخی کی باشد ها؟ این به شرف رو یافته به نزد من بیارید. اکا چی مرا نشنیدید مگر؟ زود رفته او را به نزد من بیارید. اکا چی میگویی؟ عروسی داملوزیا رو ما دزدیدیم. خانم زهرا او فوت شده داملوزیا است. چی؟ شما چی میگویید ها؟ ای سر من میکفد، سرم میکفد. شما کی با عقل میشوید ها؟ کی با عقل میشوید؟ عروسی حاجی زیا بودن آن دختر چی خیل نفهمیدید ها؟ اکا من از کجا دانم؟ نمیک باید داند. با من هیچ چیز نگفت. چرا نگفتی ها؟ اکا من گفتنی بودم اما فرصتی گپ زدن. از پشتی تو شده بسیار گناه کردیم. توف چطا برا. اکا گناه با مو نمی نویسم. گناه با نمیک نوشته می شود. تو از کجا میدانی چینگیز ها؟ تو دامولایی؟ آخر همین خیل است. فوت شده دامولو بودن رو میدونست و نگفت. گناه او میگیرد. اگر خواهی از دامولوزیو میپرسد. چینگیز کله تو کار میکند. تو چی فکر داری لعنتی؟ تو دیوانه هستی. تو چی ها میگویی؟ با دامولا میگویی که دامولا عروسی شما را ما دزدیدیم. آیا گناهش با کی نوشته میشود میگوییم ها؟ تو خدا زده هستی. یک راهی حل کردن این کار هست. با دختر خوب رفتار میکنید، گفتهاش را کنید و بعد با دامولا زیا عروس شوندهش را میدهید. اما کمی دیگر دختر را داریم. شاید آن زخ می آید ما باشیم کاری آن با آخر می رسانیم. فهمیدید ها؟ ابرین گم شویده. ابرین دار. این محبت بین ما بسیار مشکل است. من برای طاقت کردن با مشکلی های این محبت تیارم. آخر این را با تو گفتن نمیتوانم. درباره خودم همه چیز رو از تو پنهان میدارم. در اصل تنها سیمایم رو پنهان میکنم. اما باور کن خودم رو زیبا نشان میدیم، چون که زهرایم مرا زیبا بیند. من به تو دیوانه و عاشقم. در همین جا تو چی خیلی میتوانی خورخور کرده خواب میکنی؟ من نمیفهمم. رحمت برادر، همه فکرهای سرم را پریشان با من گوش کنید. این دختر عروس داملوزیو است. ینگه هممون می شود. ناحرمتی نمیکنین. اکای کنعان فرمان داد که او را بسیار خوب نگاهبون میکنیم. نمیگ تو به محله رو خبر دزدیدن زهرا را پخش کن. تو را خبر کرده بودم. با من آدم بر این گپ زن. خودت را حرمت کن. آدم برین با آدم گپ میزنیم. گوش کن. در پیش اکای کنعان مرا شرمنده کردی. خبرکش را بس کن که کارم بسیار است. با تو وقت ندارم.
اگر خواهی با اکای کنعان گپ زنم. من به محله میروم. راست به محله میروی. بخشیدم. رفت بچو. ینگای زورو ساز هستی؟ اکای کنون سلام گفت. شما را یک روز دیگر در اینجا می‌داریم. این رو رسانم گفت. یگان خواهش داشته باشد شرم نداشته گوید گفت. همین خیر؟ بله، هر چی می‌خواهی بگو. بسیار گرسنه شدم. من زود میارم. چی خوردن می‌خواهید؟ قروتاب. قروتاب؟ بله، قروتاب. راه قروتاب خانه دور است. پمیدار و بادرنگ و چک و نان خریده آرید من خودم میخورم. نه، شما را کشادن نمیتوانم. خیر، نه آرید نمیخورم. نه خانم زهرا، فرمایش های شما را من خودم میارم، خاطر نشوید. یگان مشکلی است خانم زهرا؟ یگان مشکلی دارید میگوید ای دیوانه. کرسی بسیار سخت بود است، میانم در کرد. بچه ها، یگان کرسی ملایم بیاره. چی ایستاده؟ زود باشه. فرمایشتان قبول. زود میارم. این نمیچه است کو عیناً اوست. معلوم می شود که او با این کار همراه است به شرف. من دستان او را نشکنم گناه بشود. میگویند دیوار گوش دارد گوش موش. هجوم نمیکنیم برادر؟ کم بدتر. تو چی سفسطه میگویه برادر؟ چی خیلی چیز معلوم نشد؟ سافتای کامرا رو دیده؟ دیدم سردارم، اما هیچ چیز نبرآمد. باز بینه. اطاعت سردار. ای خدایا توبه. این دختر را که دزدید؟ سردارم البته که کنعانی دیوانه. واقعا رسول نو پوشیده بودیم. مگر این برای شما تصادف است؟ لیمن بس. خاموش سرم را گرنگ نکن. حاضر زهرا را یا کنعان دزدید یا زاغ سیاه. کی بودن زاغ سیاه را نمیدانیم آخر. حجت را به نام من کی روان کرد؟ شراب فرستاد. تمام. آخر زهرا را کی دزدید؟ البته که کنعانی دیوانه دزدید سردارم. رسم را باز میخواد. از همین سبب زهرا را دزدید. کنعانی دیوانه میخواد که به عوض رسم زهرا را عوض کند. وگرنه او خیسنگلت را در سرش میزند. کاش که تو را میدزدیدند. کاش که تو را میدزدیدند. او قیسنگل نازنین که ماندگی مرا در سرش میزنه ای سردار. من کی از تو خلاص میشوم؟ من نفهمیدم سردار. لوند امروز از درون خواهش آنقدر تو را نجات دادن می آید که به تو فهماده نمیتوانم. کاش که تو را میدزدیدند و نجات میدادم. چه ها میکردم؟ سردارم بعض وقت دیلکی مرا میشکستید، اما من حس میکردم که شما با من مهر دارید. البته مهر دارم. از دهانت بوی دروغ آمد. دو شو از اینجا، دو شو. رفیق سردارم یک فکر حیوان به سرم اومد از گپ بزنم. بگو آخر. سردارم وای شوگری کنعان دیوانه پیتک دوز را چی خیلی از بقبیم بکنیم پرس پاس. از بیکاری خوبتر است. گبیا در کجا باشی زهرا؟ بله؟ برای چی شد؟ یا اینکه گریه داری؟ ایستا؟ با اون نل جمع کردید ها؟ نه بابا جان، وقتی آمدن هم گفتم که مناسبت ما با نل خوب است. بین اشکای چشمت میروند. نه بابا جان، از سحر باز من هم فهمیدم چی است. چشمانم سوخته دارند، الرژی شدم. از همین سبب است به فکرم.
خوبش من رفته دستوریم رو شویم. ای خدا، اینها چیزی رو پنهان دارند. من بایم میفهمم. پدر جان، این کار ناخوب است. نبیرتان در خانه‌اش تنها مانده بود. برای همین به اینجا آمده است. او را بفهمید. 60 بار به این اونل گفتم گوی او را بیاید. اگر یگان کار دیگر کرده باشد عمیق جدا می شوند. پدر جان این خیل فکر نکنید. اگر حالی با شوهر جنگ میکرد از رویش این را مشاهده میکرده و باز خودتان میدونید که نبیرتان سیر داشته نمیتواند. او حقیقت را همیشه میگوید. با کی زنگ میزنید پدر جان؟ به زورا. بهتر از زنگ نزنید پدر جان. حالی گفت کو من با زهرا صحبت کرده بودم. زهرا سلیم را به بیمارخانه برده است. شاید آنها در راه باشند. بهترش آنها را خاطر پریشان نکنیم. الو تلفنش جواب نمیدهد. شاید علاقه قطع شده باشد. تلفنش جواب نمیدهد. قوهش تموم شده باشد. بعد زنگ میزنیم پدر جان. استا حاضر یک به سلین زنگ زنم؟ نه، به سلین زنگ نزنید پدر جان. او حالا بیمار است. قوتی گپ زدن ندارد پدر جان. الو زورا جواب نداد کو. برای این به سلین زنگ زده ایستادم. الو سلین عزیزم بیا اینجا شینه. بیا او هم نمیبردارد. شاید در نزد دکتر است پدر جان. لیکن فرخ به همه چیز جوابی تیار داری. بی آواز است، علاقه نیست. یعنی پیش وقتی خیلی نبودی. تو این گپا رو از کجا میابی ها؟ سله جان جانم شوی، گریه نکن. گیره داب نشید. تشکری زیاد. سله جان به خدا ما خودم گنده نیستم. یگان خدمت باشه مرحمت. راستی میبینیم لرزه هم میگیره. این خیلی نگوید. اوی بنی تا بیمودن نریزم. ای بخشیش اوی چشم بیمودن نریزم. بله زورا با تو کی آمدنش را نگفت؟ گفتم که بابا جان به نزد دکتر رفتند. اکنون کارشون کمی تمام شود اون وقت می آیند. صدایش را یاد کردم. اشتهای تام. به شما هم. اگر بزرگ روی گنجی شود من طاقت نمی کنم. آخر خانم سلین لطفا این طرقی نشوید. با خانم زورو هیچ چیز نمی شود. ما از قفای این کار هستیم. لطفا خودتان رو پریشان نکنید. ای تونل سیل آمد. بیام توزش میکنم. تشکری زیاد. سلین تو حالم در اینجا هستی. عزیزم در اینجا دیدار نشد. به خانه رو. اگر یکم خبر شود من حتما به تو خبر میرسانم. خاطر نشو. زورو رو میابی. تشکری زیاد. لبن تو با من بیا. اما اکنون خیلی به پرگو استادایم. من بسیار ناراحت شده استادم. آخر حالی جان من چورش رو دیده استادم. وضعیت پدرم رو میدونی کو؟ مایلشو آهسته گوییم چی؟ خیلی آهسته. یک دقیقه چرا گفتنی؟
چی گپ است؟ از دیروز باز این فیش چی گپ شده ایستاده است؟ تولین جان بیا با این کار دخالت نکن تو. امک اگر خوی به ینگم هم گویم چخلی نباشد به نزدیکی بابایم هم میفهمد. گوی دخیر از خواطری میکفم. زهرا رو دزدیدن. چی؟ دزدیدن؟ چرا دزدیدن؟ پول میخواهم. نمیدونیم تولین، ما هیچ چیزی رو نمیدونیم. ینگه بینید به شما گفتیم اما دهانتان رو محکم دارید به هیچ کس نگوید میلش. اگر بابایم فهمد دلش میکفت این رو برداشت کرده نمیتواند. ای حلی جان مگر من میگویم اما شنود و دلش کفت ما هم خلاص شد مکنون. من باوری دارم که شما دهانتان رو محکم میدارید. باور کن عزیزم باور کن. یک دقیقه این دومولوزیو در کجاست؟ عروس شوندهش رو میدزدن هنگامی که در کارت این آدم رو نمیابید. ینگم راست میگوید در وقتی در کاری اونا پدید شد. شاید او هم جستجو دارد در خونه آمده همراه ما بنشیند مگر شاید کوشش پیدا کردن او را دارد. اما که او چقدر امکان دارد و از کجا جستجو میکند؟ یعنی در اینجا اونر ماندگی و دومولوزیو میابد زهرا رو. چی شد؟ کرسی میبرند. اینجا زوادی میبیل براری باشه. شوکت دویده فرمایش رو از آن شخص بیار. چی برادر گروس نموندی؟ ای برادر یکان چیز نپرس بیار گفتن رفته بیار. میلش حاضر میاره. ای جان معلومه بشکل رفت. الو چینگیز عروسی بابایشان را خوب نگاه بین کنید. خواطر نشوکه مشکلی نیست. گروس نشده است. کروتو فرمایش کردیم. اکا زهرا این را خواست. نمیک رو با محله رمون کردم. میلش من با آنجا کمی دیگر آدم میفرستانم. آن زاغر که دو پیدا کی شد دستگیرش کنید. زوسیو اینجا را چه خیلی میآورد؟ ای چینگیز تو صغیره چه خیل آدم هستی؟ از مکان من شخصی که رسم را دزدیده است دختر را نمییابد؟ ای بر پدرتان لعنت. آیا پا خبرها رو شنیدین؟ چی گپ شده است؟ نمیدونید مگر عروس شونده دومولوزیو رو دزدیدند. ای خدایا. چه خیل کی دزدیده است؟ نشیده چرا نگفتی؟ خبرها راستند؟ راست آقای اونال جستجو دارد اما حالا هم نیفتند. ای یا خدا تو زهرا را محافظت نمو. معلوم بود تلاشی دوملو برای همین بوده است. وای بیهوده با اینجا آمدیم. این خبر کیها پهن شده است؟ دومولوزیو رو ندیدید؟ از سحری باز نیستد به سرش یکان بلان آمده باشد. نپرس آقای خلیل عروس شونده دومولو رو دزدیدن. چه؟ کی دزدیده است؟ کی دزدیده است نمیدونه. پلیس جستجو دارد. دعا کنید که هرچی زودتر بیابند. دومولوی بیچاره از روزی آمدنش به سرش چی بلاهایی نآمد. همش عیب زهرا. ای جماعت مسلمین عروس شونده دومولوزیو خانم زهرا را دیروز وقت شب او مرده است. استغفرالله گویدم کیراج بیچاره حیف خدا رحمتش کنه دختر خسرو بود. ای جماعت این خیل گفتنی نبودم خدا قوتش دهد. دیروز وقت شب دزدیده شده است. کی دزدیده است؟ یعنی حالا دومولو عروس شوندهش رو جستجو دارد. استادم در بلا ماند. واه زهرا خانم واه. ای جماعت در این روزی وزنین دومولو باید در برش باشیم اما از دست ما بغیر از دعا کردن هیچ چیز نمی آید.
لطفاً پیش از رفتن برای فاتحه شده محترم دامولازیا دعا کنه برادرها. دعا کنید پدر جان. در همین جایی؟ در همین جایم. مرا چقدر دیگر اینجا می‌دارید؟ تا آمدن زاغ سیاه. چند بار دیگر به شما گویم من زاغ سیاه گفتنی شخص رو نمیشناسم. خانم زهرا، او شما را میشناسد. شخصی رو که من نمیشناسم مرا چه میشناخته باشد؟ عجبا. بخشش، به فکرم فرمایشتان آمد. من آنها رو میارم. اوف. بس آخر مرده شدم. مرحمت اکا. چند سوم شد؟ 25. حاضر که بقیه‌تون رو دیم. سردارم به اینجا خوراک آوردن. به کسی فرمایش دادن؟ مالا چشمت رو از آنجا نکن، من اومده ایستادم. چی میگوی سردارم؟ خوراک فرمایش دادن. میخوری؟ به خدا رودام تندر زدیستن سردار. دمت رو گیر، دمت رو گیر. وقت کشاندن گیر. آفرین. چی گپ است کیش اینجا؟ باشد برای نجات شما آمدم. ایدی خواهده نشوید. کمی بعد از اینجا میبرایم. چی شده ایستاده است؟ کمی دیگر. تو کشتی؟ زاغ سیاه تو هستی؟ داشتم اما ای برا استغفرالله که این خیل نگوید بقیه‌تون رو ای میدیم. کم شوقتی بولن نگیرید بقیه‌تون. چی گپ است؟ زاغ سیاه ایستا. خانم زهرا شما میخوانم ما هستیم. لطفا سرده مرا. چیکار کردی؟ بشرف از پشت تو آخر عروس دامولازیا را دزدیدن. اکای کنعان. پیش از کنعان من تو رو میکشم. سرده مرا. زهرا خوب هستی؟ زهرا ای حضوری مقدمت. در رو کشش کنید.
زنده است؟ بیا سرش نزن. زود بیرون رفت. زود باش شوکت. برادر خفه نشو، اما بعضن کلر هیچ کار نمیکنه. دروغ. از آنه که ینگه زهرا را زاغ سیاه پاغ سیاه شدن نجات میدی، داملوزیا شدن نجات ده، قهرمانی اون میشوی. ده تو این خیلی میگویی کمیسر رونال یکی در آنجاست، دستگیر نکند باز کارهایمان برباد میرود. لیکن در حیاتت یکم برگه پیروز. زود بیرون روان. دستانتان رو برداره. در اینجا اینقدر آدم جمع شده است، پس در داخل انیق یگان واقع شده است. من هم با فکر شما راضی هستم. کوبی ینگم در اینجا یگان جو نفرمانده باشه. زهرایم اگر با تو یگان چیز شود چی کار میکنم؟ کلاس و شیخی ما رو گوش کن. با فکرم دوایی کردم من با وقت فایده کرد. من با تو گفته بودم که برادر روز می شود تو با ینگه زهرا آیله دار می شوی. البته اگر نمورده باشه ماشینی توی تو ما به کله می گیرم. گوش کن شوکت، به عقلونه گپ نزن. با خدا گنده باشی که ها؟ روی مگر پدرت نمیپرسد که دزدیدنی زهرا رو چرا از من پنهان کردید؟ نمیپرسد ها؟ خیر گفتم که اونال او رو نیفت. پدرت از شما این رو نمیپرسد مگر چرا از من پنهان کردید گفت؟ اگر یگام چی پرسد از من میپرسد تو همراه نشو. نه آخر من هم علاقه میدونم، من هم جوابگر هستم. چرا آخر پنهان میکنید کی؟ گویا نمیدونسته باشی پدرم بیمار است، کسل دل دارد. اگر شنود میمورد آخر. اما همه وفات میکند. گویا که ترس به اجل یگان فایده دارد. همین خیر وقتی همه می آید گویمو هیچ چرا نه اندیشم. حاضر فرامده با پدرم گویم که زهرا را دزدیدن. چی؟ زهرا را دزدیدن؟ کی دزدیده است؟ انا بین همه یک تا به یک تا میشنود. هیچ چیز تو ابد پنهان کرده نمیشود. اینه که تو هم با این چسبیدی فرو. آی مادر همه چی را چرا پنهان میکنی؟ تو هم با این چسبیدی ملیس. مادر البته میچسبم، مگر من حق دونستن این رو ندارم ها؟ بعد از آنی که ملیس پرسپاس دارد، کی میداند پدرت چه پرسپاس میکند؟ نمیدانم چی فکر کند. تو حالا هم پنهان کن این رو، پنهان کن. با مادرت گوی زبانش را نگاه دارد، با بابایت هیچ چیز نگوید. نباشد میدانی که دلش نمیبردارد. بله مادر با بابایت نگوید. ملیس دخترم با پدرت گوی که برای حقیقت را فاش کردن اخلاقی بد دارد. این رو فهمد اکنون. بله پدر بله. باز چقدر پنهان میکنید آخره؟ ملیس با مادرت گوی کی؟ ای بس است آخر. چی گپی دارید به یکدیگرتون گویید؟ مرا در بین ندارید. آخر من چی گویم ها؟ چی گویم با تو؟ چی گویم؟ اینجا نمیبردارد. چیزی که گویم بیهوده است. نه این خیل نمی شود. با کجای نروم آرام نمی شوم. از زهرا حالا هم خبر نیست. یک بار هم زنگ نزده. حالا که صدای مرا نشنود آرام نمی شود. این دختر گوی داخل به زهرا یگان حادثه روی داد. امک الله که باید یگان چیز گوییم. گفته نمیتوانیم نمیبردارد. حالتش رو گویید آخر چه خیل است؟ بابا جان با کی زنگ میزنی؟ باز یا زنگ میزنم. داماد در کجا بودن فاتحه شده اش را میدانستگیست. اگر نداندم یا بد. این بابی ایشانم جواب نمیدن. شما از من چیزی را پنهان میکنید ها؟ نه من دیگر طاقت کرده نمیتوانم. میگویم مادر چی میگویی؟ چی را پنهان میکنید ها؟ آخر با این راه با پدرم خوبی نه بدی میکنید. مگر نمیبینید حالی او را؟ یا اینکه زهرا به صدمه دچار شد؟ نه بابا جان
خدا نشان ندهد یگان صدمه روی نداده است. خیر نباشد چیز گویید؟ پدر جان زهرا را دزدیدند. فاروق بیا کمک کن. بابا جان آرام شوید. بابا جان بیا. صبر کن. ترسیدی خانم زهرا خوب هستید؟ شکر خدا. من در کجایم؟ شما کی هستید؟ زهرا جان دامن سیاه. شکر خدا که خوب هستید. دامن سیاه من چه خیلی به اینجا آمدم؟ مرا بسیار ترساندید خانم زهرا. شما را دزدیدند. در همه جا جستجو کردیم. از مسجد آمده ایستاده بودم که شما را اینجا یافتم. شما چه خیلی به اینجا آمدید؟ زاغ سیاه. کی؟ زاغ سیاه او مرا نجات داد. با خدا این زاغ سیاه کسی باشد خدا از او راضی باشد. در اصل با او شناس شده با او رحمت گفتن میخواهم. چه خیلی آدم بود؟ نمودش رو نمیفهمونید؟ در رویش نقاب داشت. رویش رو ندیدم. آخری خیلی نمیشود خانم زهرا. یعنی اقلا یک رحمت گوییم با او دل من آرام نمیشود. با خدا عجب. یعنی نمودش چه خیلی بود اینش رو گویید؟ مانند قهرمان یک فیلم بود. در فیلم ها می شود که او به مثل سوپرمن بود. چینگیزی حیوان، چینگیزی بیشاخ، آدمان آمدن مکانمان را اشغال میکنن، دختر را میبرن. چرا شما را میخورانم ها؟ چرا من شما را میخورانم؟ او کیست؟ این زاغ سیاه کیست؟ کیست ها؟ کیست میگویم؟ اکا در اصل خوب شد که او آمد. اگر نمی آمد کمی سر اونال همه ما رو دستگیر میکرد. چینگیز میسوزانم. انگیش میشوید. خدا بلایتان را دیاد. نه اکنون مسئله ناموس شد. به هر دوی ما تنگ است. یا زاغ سیاه یا من. تو را شکست میدیم، اما اول تو را بچه خوری جهنم. سود نابود شمید. روید. خوشبوی را ده. زهرا بیاید. زهرا دیدید ینگه چکور کردید؟ اکنون این حال با بویم رو ببینید. شما از آنی که مرا سرزنش میکنید زهرا رو یابید. از ترسی آنی که با پدرم یگان چیز میشود خسته دختر رو جستجو نکردید. از این شب زهرا در خانه نیست. این را فهمیدید؟ ینگه ما همش رو فهمیدیم، اما از دستمون همین قدر کار میآید. اونال هم باشد از دستش میآمدگی رو کرده ایستاده است. زهرا آمد. آپا جون. زهرا دخترم. زهرا جان این چی بلایی بود که به سرمون آمده؟ پدر جان نه زهرا آمد. بابا جان نکن. آمدم بابا جانم. جانکی من. دخترم به تو یک ضرر ندادن. خوبم بابا جان. بشمانخی چی شد؟ تو رو دیدم که الکی خوبم جانکم. بشما چی شد بابا جان؟ چی میشد؟
баъди оне ки тулин дуздида шуданитро гуфт бобоям ҳамин тавр шуд. аҳсан ба ту. зуҳро кани фаҳмон чӣ рӯй дод? домуло зиё, аз вақте ки зуҳро гум шуд шумо ҳам дар ин ҷойҳо набудед. ба фикрам ӯро ҷустуҷӯ доштед-а? албатта хонум Тулин, дигар кор кардан ҳам мумкин набуд охир. зуҳроҷон кани фаҳмон туро унал ёфт? чӣ хел шуд? не апаҷон, маро зоғи сиёҳ наҷот дод. зоғи сиёҳ? бале. зоғи сиёҳаш кист? зоғи сиёҳ? зоғи сиёҳ супер қаҳрамон наздидаи нави зуҳро бародар ин дафъа аниқ ба ту ошиқ шуд. шавкат ту девонаи қаҳрамон ман нестам. охир бародар зоғи сиёҳ аст. ман ин вазъиятро нафаҳмад гуфта домуло зиё ҳастам ки бо ӯ издивоҷи сохта кардам. чун зоғи сиёҳ мегӯӣ чашмонаш кушода мешаванд. ба ман ҳатто то ин дам ин хел нигоҳ накарда буд. бародар ту ақлатро хӯрдаӣ? ту худат аз худат нафрат карда истодаӣ. зоғам туи келасам улоҳам. ман ҳаминро мегӯям шавкат. калта келас, зоғи сиёҳ, домуло зиё, ман киям бародар? маро гӯш кун. бародар мегӯянд ба як мард 40 ҳунар кам аст. ҳозир нав 3 ҳунар дорӣ: зоғ, келас, мулло. ту маро намефаҳмӣ? охир чаро ман як одам шудан наметавонам? ман танҳо як одаме ки зуҳро дӯсташ медорад шудан мехоҳаму халос. бародар дар ин дунёи ғариб аз уҳдаи 3 нақш баромадан бисёр кори хуб аст. худо ба ту 3 та насиб кардааст. истифода бурдан гироқи бародар. шавкат ту сару кор дорӣ бародар? астағфирулло, чӣ алоқа дорад? ман танҳо чиро фаҳмонданиам. ҳоло ту ҳамчун зоғи сиёҳ зуҳроро ҷалб кардӣ ку. ҳоло ту зоғи сиёҳ ҳастӣ ку. зуҳро ҳам инро нафаҳмида туро надонад ҳам гапамро гум кардам. аммо ту маро фаҳмидӣ. бахшиш бародар, сода карда фаҳмонамта. мо наҷот надодем бародар. он қадар ҷон кандӣ, азоб кашида наҷот додӣ. ту чаро дар назди духтар нестӣ? ту чаро фаҳмида намехоҳӣ? каме сару нав язнаи ин духтар каме пас ҳамин ҷо омоданаш мумкин аст. ман гӯё ки намедонам? аз ҳама дурусташ ту медонӣ. нафаҳмидӣ бародар, нафаҳмидӣ. хай мо барои шумо беақлем. ту мефаҳмию ҳамон боҷад. маро дар як ҷои монанди анбор нигоҳ медоштанд. баъд зоғи сиёҳ наҷот дод. ниқоб дошт. як ба худ будам, як бехуд. рости он қадар хуб дар ёд надорам. чиҳо шудааст мо бехабар? селин ба ту гап надорам. бобоҷон барои саломатии шумо. ба ту ягон зарар нарасондам? чанд бор гуфтам ку ҷонаки ман ҳеҷ зарар надоданд. монанди филм шудааст. зоғи сиёҳ чаро туро наҷот дод? модом ки намешиносад. ман аз куҷо донам ки зоғи сиёҳ чаро маро наҷот додааст? бобоҷон унал мехоҳад ки аз зуҳро баёнот гирад. хуш омадед ясна. хуш бошӣ ҷон. хуш омадед. ассалом хонам, саломат бошед. саломат бошад. аз он одамоне ки зӯроро дуздиданд ва зоғи сиёҳро ҳам ёфта, аз онҳо баёноташонро гирад. меёбем ҷаноб, хавотир набошед. ҳеҷ ғамгин нашавед. боби акрам, хавотир нашавед. сардорам гуфт меёбам. зуҳро, ҳолат хуб аст? хубам язна. зуҳро, фаҳмон ки чӣ хел наҷот ёфтӣ? дар макони монанди анбор будам язна. баъд зоғи сиёҳ омада маро наҷот дод. одамонро ба замин афтонд. он қадар дар хотир надорам. ниқоб дошт. аммо дар ин ҷо дар китфаш як расм кашида шуда буд. расм дошт? сардорам расм мегӯянд. зуҳро, чӣ хел расм буд? ба хотир надорам, аммо монанди чӣ буд ба хотирам, аммо аниқ расм дошт. чӣ хел расм дошт зуҳро? намедонам язна, аз ёдам рафтааст. агар ин зоғи сиёҳ калтакелас набошад, ман дигар ҳеҷ чиз намедонам. калтакелас, ту ҳоло ҳам намурдаӣ?
زنک جان من، اگر تو حالا هم دانی که من کلتکل اطرافی دارم از من جدا میشوی ها؟ یزنه؟ فکرتان پریشان شد؟ نه، فکر داشتم. عزیزم این زاغ سیاه کیست میدونی؟ در حقیقت کیست این زاغ سیاه؟ زورو جون افتش چخیل بود؟ جانکم گفتم که به خاطر ندارم نقاب داشت، اما قد و بستی بلند داشت، مانند یک آدم کلان با لباسهای سیاه بود. مانند شاهزاده سیاه، مانند سوپرمن، مانند بتمن. چخیل زوره؟ ملیس ای خاموشی است، باز خوشت نرود سوپرمن گفته. اونال جان تخمینا نگم چرا میدونه؟ در بارش پورا معلومات نداریم لیکن تحقیق داریم. نبیرم را نجات داد کو برای من از همه دیده عزیزتر است. اگر او را بینم از پیشانیش میبوسم. بابی اکرم از بالا نقاب بوسه کردن جایز نیست. بابا جان من سخت مانده شدم، رفته استراحت کنم میشود؟ میشود البته. رفته استراحت کن. چی ها سر نگذراندی؟ سلین بیا به دوگانت کمک کن. البته بابا جان. زورو جانکم بیا. عزیزم با اجازت شما. زورو جان بسیار خسته ای، استراحت کن، اما پگاه به شوبه بیا بیانات پر گیریم. مایلش از نه. شب خوش. شبتان بخیر. خیر. شب خیر. رسمی چی بود؟ تمام. یما گپ نمیزنم، دیگر گپ نمیزنم. ای زورو بس سکن. زاغی سیو دیدگی عاشق شدنت رو فکر میکنن. باوری دارم که اگر تو هم میدیدی تأثیر میکرد. نقابش، قامتش، زیباییش، علاوه بر این حیاتم رو نجات داد. ای قهرمانی من است. ای دختر خوب هستی؟ با شخصی که رویش رو ندیده عاشق میشوی؟ من نه، او به من عاشق است. آدمی که مرا دوست دید همین خیل گفت. زهرایم میگفت است. زهرا لطفاً به خدای، یعنی تو به گپای روزنهای شهر باور میکنی؟ زاغی سیاه بوده است. آن آدم رو حتی نمیشناسی. شاید او همانند آدمانی که تو رو دزدیدن گناهگار است. از کجا میدونی؟ ای سرسته نگوی سیلین. سیلین به فکر تو من او رو بار دیگر میبینم. آخر من او رو دوست داشتم. ای این چه خیلی کار ها؟ ما اینجا جان میکنیم زاغ سیاه با نقاباش قلب دختر را یافته است کن. این کار را پرتایم زاغ سیاه شمام نباشد. زهرا جان ببین، تو به خیالهای خم داده شده خودت را محو میکنی. من همچون دوگانت خود را خاطر رسان میکنم که تو خانم زهرا هستی، عروس شونده دامولا زیا. ای من از رنگ روی او بیزارم. این توی ساخته است. بله ساخته، اما همه این رو حقیقی میدوند. این رو هیچ از خاطرت نبرور. اگر ما دامولا زیا رو از دست دهیم میدونی چی میشود؟ السلام خانم زهرا. تقریبا سلامت باشید. تشکر زیاد. در محله یک طفل تولد شد، نامش بیتول است. ما در تولد او اشتراک داشتیم. حالا اویلش مرا، البته که شما را هم همچون فاتحه شده من دعوت دارند. عجبا مرا همراهی میکنید؟ البته دامولازیو، شما در پایان انتظار شوید لباسایم رو پوشیده می آیم. تشکر. زود زهرا جان زود. ای مایلش سلیم. سردارم ما چرا این کنعان دیوانه رو حال هم دستگیر نمیکنیم؟ آخر آن آدم قیسنگل تدوزید کو. یکی از آدمهایش گناه را به عهده گرفته است. کنعان میگوید خبر ندارم. هیچ گم نه. زهرا یافت شد، وزیر به مسئله اساسیمان برمیگردیم. مسئله اساسیمان چیست سردار؟ کلتکل است و یا نام دیگرش زاغ سیاه. یعنی سردارم شخصیت زاغ سیاه و کلتکل را من گفتم، اما کلتکل از دوست است.
حالا که این زاغیسیا شخصی خیرخواه سوپر قهرمان مانند زارا است، این دو شخص مگر یک آدم هستند؟ برای این را فهمیدن تنها یک راه است. کالتا کیلاس را دستگیر کردن. اگر کالتا کیلاس را دستگیر کنیم و زاغیسیا از بین گم شود، معلوم می شود که هر دویش یک شخص است. در اینجا یک مشکلی کلان است. ما از زنده بودن کالتا کیلاس باوری نداریم سردارم. میلش من به جنازه او رفتم، قوش چقور کندیم، حتی امام محل هم اونجا بود. میلش لوینت، شخصی گم کرده شده را از کجا میدونم که کالتا کیلاس بود؟ از کجا میدونم؟ زنده است. سردارم عجبا، زاغیسیا رو دستگیر کنیم یعنی برای آن میگویم که دستگیر کردن کالتا کیلاس مشکل است. ای سفسطه نگوی. سردارم خواهر کالتا کیلاس بیتول است کو؟ او را بیابیم. آفرین آفرین پسرم، خواهر کالتا کیلاس رو تو کفت داشتی. چی شد؟ کفت داشتم رفت سردارم. وقتی که زورا رو که دوزیدن دیگر وقت نشد، فقط از پی زورا شدیم. لوین رفته خواهر کالتا کیلاس رو پیدا کن. در این حیات تنها یک چیزی کالتا کیلاس مونده است، خواهرش. آن آدم سالها باز خواهرش رو گفتگو میکرد. خواهر کالتا کیلاس رو استفاده میبریم. انا راهش رو یافتیم. رو کنم یاب. گپ نیست سردارم، هم قخرصدم کردی که. آفرین به تو، آفرین چرچشمه من. بسیار با احتیاط باش زورو. نام آن زاغیسیا رو دیگر به دهانت نگیره، حتی فراموش کن. یعنی وقتی که درباره او گپ میزنی چونون میشوی که حیران میکنی اودمون رو. اگر دومولوزیو این رو فهمد هیچ خوب نمیشود. مالش سلین مالش. دومولوزیو به سبب عاشق شده است گفته همه چی رو چپه کردی. گفتیم که به دیگر کس دل میبندد و دیگر کس عاشق میشود، یعنی ازدواجی ساخته و حیران میشود گفته دو کردی. حالا باشد برعکس، مگر تو به دیگر کس دل نبسته ای؟ زورا گوش کن، خوب گوش کن. دومولوزیو هم آدم است، مگر این خیل کار رو قبول میکند؟ حتی آدمی دیندار. یعنی اگر اوضاع به دیگر کس دل بستنی تو پنج شود چی میشود میدونی؟ از او چی رو انتظاری؟ انگشترین رو برآوردن میپرتاید و عقبش رو نگاه نمیکند. راست میگویی؟ البته راست میگویم. ها علاوه بر این با اون سوال گفتنی دختر دقت ده. برای جلب کردن دومولوزیو از دستش میومده کارو میکند. احتیاط باش، نگذار که دومولو رو به خودش جلب کند. احتیاط. راست میگویی. دومولو هم باشد، آخر دومولو مرد است. یگان زن اگر کم بودی داشته باشد دلش خنک میشود. من این را فکر نکرده بودم. راست میگویی؟ البته راست میگویم. در اینجا بیهوده گپ میزنم مگر؟ تو چیکار داری شوکت؟ کدام زنه که اخراج شده است؟ با تو چی ماشین تو هست مگر؟ گوش کن. بگو. این واقعه زاغیسیا با دلم زدن را سر کرد. زهرا رو بینی، اگر گپی زاغیسیا رود آواز و گپزنیش عوض می شود. خب برادر تو عجایب بودم هستی. در تقدیرش کسی باشد. دختر از کالتا کیلاس گریخت به دومولوزیو زد. آنجا ها زاغیسیا برآمد. خدا قربخانه برآید. ما چی را انتظاریم برادر؟ زهرا رو با دیدن اون تیفل می رویم. بیتول بود کو؟ ها همه خیال گو. برادر از این پس نقابت رو پوش. چلاوک پاوک کن خواهد. ینگه آمد. شوکت بس کن. سلام. خیر تو از پسی کارت شو. ماله دوملا ماله انگه من برم همون زمین پا بیل کنم. آشوریم کما ما رو پیش فوز گرفته است. کلام شوی. تو فرو بیار. اوه چه خیلی دخترکی خوش رو و مثل زهرا. آشوریم
کنی پیشی هم گاهتو آشالله که ما اینجا بودیم جونه که ما با شما مانند است. تشکری زیاد. بیا عزیز دیلم بیا بیا. سلامت باشی زهرا جان. خدا را شکر سلامت به عائلت برگشتی. تشکر زیاده پجا. سلامت باشید خانم زهرا. خدا نگهبانتان. وقتی که تو را دزدیدند داملازیا بسیار غمگین شد. شما او را دیگر غمگین نکنید. ما مردمی محله بسیار به او احتیاج داریم. من رفتم. خیر نگذارید. این دختر رو زن بود کسید مگر؟ من هم نفهمیدم. من فهمیدم. داملازیا خانم سیوان داملا اگر خواهید بعد شام به کارخانه ما بیایید. به شما شیرینی پختم. اگر بیکار شوم البته میآیم. انتظار میشوم. این چی بیادبی است ها؟ چقدر زنی بیشرم است؟ مگر این به شما میزیبد داملا؟ چی؟ یکم فاتحه شده اید. دویم داملا هستید. سیوم دعوت یک زن بیشوه را قبول کرده ایستاده اید. شما چرا اینقدر عصبی شدید؟ من نفهمیدم خانم زهرا. چرا عصبی نشوم؟ به جای کار اون زن نمی روید. نباشد؟ نباشد چی؟ نمیزیبد. خدای تو میلش ازدواج ساخته هم باشد. در این نتیجه در گرد اطرافمون بعضی از مسئولیت ها داریم. گوش کنید خانم زهرا. با شما این رو چند بار گفتم. من در بین من و خانم سیوال خیلی که شما فکر میکنید یگان حسیات موجود نیست. من نمیدونم داملا. من حالا به نزد یزدم رفته ایستادم برای بیانات دادن آن شخصی که مرا دزدیده است. شما لطفا نمازتان را در مسجد خونده بعد درست به خانه روید. به جای کار اون زن نروید. میلش؟ خیر شد خانم زهرا. من دیگر از دهان شما نباید که نام زاغ سیاه را شنوم. همین خیلی میشود. اما با زاغ سیاه شناس شده برای مرا نجات دادنش تشکر گفتن میخواهم. حالا هم زاغ سیاه میگوید ها؟ تمام. هیچ گپ نه رفته. تمام. داملا شکری خدا که عروستان پیدا کرده. تلخ کفشیدیم به خدا. داملا خدا نگهبان تو باشه. سلامت باش. خدا شما را دوست می‌داشته است استاد. رحمت تشکر. میلش داملا تا نماز است. سلام علیکم حاجی زیا. بیا دست بگیرم. خوب هستی داملا؟ بخیر است. عروست را دزدیده بودن او را یافتی؟ یافتیم زحمت نکشید. آه بسیار شاد شدیم. او را کی دزدیده بوده است؟ به خدا عجایب باشین که در اون وقت از سبب بیهوش بودنش هیچ چیز به خاطر ندارم. کاش که با یادش آرد. چرا؟ وای یعنی داملا معلوم یعنی این خیلی خوبی کردن. کاری خوب کردن. با این مقصد فقط همین داملا. سلامت باشید. خیر داملا. از پیدا شدن عروس شونده اتون بسیار خرسند شدیم. علاوه بر این اگر یگان کار شود ما در همین جا هستیم. خیر خوب مانید داملا. سلامت باشید. همین تو نمی رسیدی در اینجا. چشمانش بسیار روشن بود. یعنی چی خیلی به تو فهمانم. چشمانش بسیار
تنگ بود که قریب رنگ کینوی تنگین بود. رنگ رویش سبزنه سیاهی سیرنگ سرخچه کبوچه بود. فهمیدم، یعنی محتشم رنگ رویش رو لیکن زور معرفی کرده. خیلی شده؟ بسیار خوب بسیار خوب. لیکن برادر این کمبودی دارد. کمبودی رو اصلاح کردن در کار. قلم رو بتید. قلم رو؟ بدو قلمه. اینه خیلی میکشن. باز این رسم رو 100 تک سر کپی میکنم بگیرید در تمام استالوفکوس طالبای شهر بچسبونید. فهمیدین؟ من نظارت میکنم. رنگش تمام شده است. عصبی شدم سیلین. ای عصبی. من در حیاتم مانند سیول زنی به شرم‌های رو ندیدم. با دنبالازی جلوه کرده او رو به کارخونش دعوت کرد. به فکرش دنبالازی رو از من میگیرد؟ من به تو گفته بودم زهرا جون. میبینیم چه خیل میگیرد. با من نگر. اگر خطا نفهم یک چی پرسم. سیوال جان به خدا خفام کرد. نخواد یک سوال 100 سوال پرس. داملازیو با خانم زهرا چرا فوتیا کردن؟ لوبوف از بیرون این خیلی نمی نماید. همه عشق خودش پس چیزی درونکیه. درونکی میسوزی میمری هیچ کس درکت نمیوه. داملا و زهرا هم درونکی میسوزند. موافق است نه؟ موافق؟ بله. کاش که مرا عاشق باشم. مرا گوش کن نمیکچه. به سیوال جان نزدیک نشو. وگرنه در همینجا بلوتوث هوی میکنم. چی گفتی؟ نفهمیدم. بلوتوث را هوی کردن به تو تاثیر نمیکرده است نه؟ شرایط داری؟ ولی تو زنه خیلی روی میکنم. چیکار کردی؟
مگر آدم رو بسر میزنه؟ اینه بین چه بینیم خونو ما چی کار کردی ها؟ چی شد ها؟ ها چی شد؟ ها؟ خیکنی؟ با تو کرچه میزنی ها؟ مرد باشی بیا کنی؟ بیا کنی؟ بیا گوش شپر بیا کنی؟ تو گوش شپر فراموش کردی من شاگردی جک چنم بیا کنی؟ کجا میگریزی گوش شپر؟ با خدا با شمال همه افتیده. خوب هستی؟ خوبم بینیم خون نامد. سردارم یک خبر خوش آوردم. چی شد لبن چی؟ خواهر کارتکلوت رو یافتم. در محله زندگی میکرده است. دکتر بوده است. همراه مادر پریام نیز زندگی میکرده است. روزی در شکلات خوردن میشیشته است. آفرین چرچشمه، آفرین پسر، بسیار کاری با موفقیت کردی. شوکت رو در اون محله بسیار میدیدیم. انیق یکان علاقه دارد. یعنی شوکت خواهر کلتکلوی خدا آرامتی را میشناسه سردارم؟ همین را گفتنید؟ میبینیم یک نقشه دارم. اگر کلتکل زنده باشد به دستمان میافتد. میگوید که شوکت رو داشته بکنیمش پرسپوس؟ نه، شوکت را پرسپوس کردن من هیچ فایده ندارد. من دیگر نقشه دارم. انو کس کسی؟ لونت آسیر به آن محله می روی، اما همچون پولیس نه، همچون آدمی عادی می روی و شوکت رو می یابی. ای تگی چشمت سیاه شده است. نه جانی من هیچ چیز نشده است. به خود زود میگذرد. ما عادت کرده ایم. خیریت سخت نزده است. حاضر این یک دردش رو میگیرد، همش خوب میشود. این خیلی که من شطه خوردگیم خریق شطه خوردگی نیست. این کله چیه؟ اینجا بیا از طرفیستا بگیر که با شطه میخوری به خودو. بس هست چرا بیچاره را میزنی؟ دیگه به اینجا نه حیوان. ها بچه اینجا چی به ترتیبی های؟ سوی به اینجا کیست؟ آقای پلیس حالا به ترتیبی رو یک طرف گذاریدو. شخصی گناهکار از خفایتان خاموشانه میگریزد شما نمیبینید. پیمپی زیادی نکن، من برای تو اومدم. برای من؟ در آنجا صحبت مخصوص میکنیم. تو با من چی خیلی مخصوص صحبت داری ها؟ گپا کم کن. یا خدایا با آنجا روم. به خدا بسیار چای زور. یک دوستی جانی داشتی بایاتت هست؟ من یک تا دوست جانی داشتم او هم رحمتی شد میدانی؟ آخر رو میگویم کرتکل است. ما خواهری رو پیدا کردیم. چی گفتی؟ میگویم که خواهر کلتکلس رو ما پیدا کردیم. تو راست میگویی؟ خیر تقدیر کلتکلس بیچاره خواهرش رو نفته این دنیا رو پدر گفته رفت. خواهرش در کجاست؟ از کجا افتید؟ تقدیر رو ببینه. اگر کلتکلس خواهرش رو میدید چی میشون؟ بیچاره آرمان در دیر را. برادر حالا خواهرش در کجاست؟ این رو به من گوی. آخر تو از حرکت های شوکت کی بودن خواهری او را دانستن و ندانستنش رو میفهمی. اگر نداند انیق از تو معلومات گرفتن میخواهد.
شیطانگری میکنی ها؟ گوش کن، آرامانه باز میپرسم، خواهر کلتکیلس حالا در کجا است؟ یک دقیقه تو از من معلومات گرفتن میخوایی ها؟ یا خدایا با من صبر بده. سردارم شما بسیار هم زیرک بوده اید، راست برآمد. برادر گوش کن، خطا نفهم، چی گفتن رو نفهمیدم، اما ما با کلتکیلا سالها باز خواهرش را میجوسیم و دیدن نصیب نشد، فهمیدی؟ اقلا اگر او را یابم برادرش او را چقدر دوست میداشت میفهماند. کلتکیلس اقلا در قبر آرام میشود، فهمیدی؟ برای همین سراغش را به من ده، او را یابم بسیار خوب میشود. البته ای آخر من با خواهرش گفتن نتوانستم که کلتکیلس مرد، گفتن نتوانستم، وجدانم نبرداشت. از چهره‌ات معلوم است که شیرین سخن هستی، تو با خوبی با خواهرش را فهمو. میلش من سراغش را میدیم. بسیار ثواب کلان گرفتید گفتم اونم. روتسیا که صغیره رحمتی بسیار جستجو کرد. تقدیرم این بوده است. سردارم خیر ما کی بودن این خواهر کلتکیلس رو به شوکت میگوییم؟ سفسطه نگو، مگر این ممکن است کسی اساسی را از دست میده. پس چیکار میکنیم؟ دیگر سراغ را میده. ما باشیم با تمامی گروه اطرافیان سراغ را احاطه میکنیم. درچی؟ اگر کلتکیلس زنده باشد که زنده است، شوکت باشد دوان رفته در اون خانه زندگی کردن خواهرش را با او میگویند. کلتکیلس چی میکند؟ زود به آنجا برای دیدن خواهرش میرود. همین خیلی سردارم. بعد ما چی میکنیم؟ در جوش میوارداریمش. آفرین به تو لوین، آیسته سرت به کار در آمده ایستاده است. این خیلی نقشه گیزله را که جو میبینی سردارم. برادر آیسته بیا سر رویت رو میزنی. چی شد بر رویت؟ این رو کی کرد؟ این مرا دفت که طرف خواهرت را یافتم برادر. چی؟ کی یافته است؟ لوین چهارچشمه است کو، او یافته است، به شعبه آمده تو رو پرسیده است. خواهرت تو را میجوید برادر. شوکت تو چی خیلی خبر آوردی؟ تو چی ها میگویی؟ انا سراغش برادر. خواهرم هیچ وقت نپرداختم. دستانت رو بردار. کلتکیلس اطرافت احاطه شده است، راهی گریز نداری. یگان حرکتی ناجا نکن وگر نمیپرانم.